دونالد ترامپ هنگام ادای سوگند به حیث رئیس جمهوری 45 آمریکا به جان اعلان کرد با دیدگاه نو سیاست خارجیش را پیش میبرد. از امروز به بعد امریکا در مد اول خواهد بود. دونالد ترامپ زود از قول به عمل گذشت. امریکا را از عهدنامه تغییر اقلیم و یک سازشنامه تجارتی مهم با کشورهای اقیانوسیه خارج کرد. اما در اولین ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست کشورهای گروه 20 در هامبورگ لحنی آشتی جویانه داشت. ما منتظر دیدن چیزهای مثبت زیادی هستیم که در روسیه، امریکا و هر جای دیگر صورت میگیرند. امیدوارم طور شما گفتید ملاقات ما ثمرهای مثبت میدهد. دونالد ترامپ تحریمات بر ضد روسیه را نگه داشت که سال 2014 برای اشغال نیم جزیره کریم اعمال شد. حکومتش همچنین اجازه داد که امریکا به اوکراین اسلحه فروشد. در یک سال حکومتداری ترامپ چند تفتیش درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاستی جمهوری آمریکا ادامه کرد. روس‌ها در انتخابات سال 2016 دخالت کردند، برقصدانه و بسیار ماهرانه. ترامپ جیمز کامی مدیر FBI را ماهی برکنار کرد، ولی بعداً رابرت میولر رئیس کمیسیون مخصوص شد که دخالت احتمالی روسیه را تحقیق میکند. یگان همدستی بین معرکه ترغیباتی ترامپ و روس‌ها و ترامپ و روس‌ها نبود. یک چالش دیگری سیاست خارجی کره شمالی شد. بعد سلسله آزمایش‌های موشکی و قوی‌ترین ابزار اتمی تنش‌ها اوج گرفتند. بین دونالد ترامپ و کیم یونگ اون رهبر کره شمالی جنجال لفظی برخاست. ترامپ او را در توییتر مردکچه موشک به دست نامید. بهتر است کره شمالی دیگر به امریکا تهدید نکند. با آتش و خشم دوچار می‌آیند که جهان هیچگاه ندیده است. رهبران بسیاری از کشورها نگران شدند. من معتقدم که جنجال لفظی برای حل این مناقشه کمک نمی‌کند. دونالد ترامپ به ایران هم هشدار داد. او تهدید کرد امریکا را از سازش اتمی بین ایران و قدرت‌های جهانی که در سال 2015 حاصل شد خارج می‌کند. ترامپ گفت سازش باید تغییر یابد زیرا کمبودی‌های وحشتناک دارد. ایران به هیچ گونه تغییر راضی نیست. برجام میمانه، ما راه رو ادامه میدیم. دونالد ترامپ اولین سفر خارجیش را از عربستان سعودی آغاز کرد و در آنجا از مسلمانان جهان خواست افراطگرایی را از بین برند، ولی مردم زیادی را به خشم آورد. اول با دستور منع ورود شهروندان کشورهای مسلمان نشین به امریکا و هم اعتراف بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل. با وجود وعده کاهش دخالت امریکا در مناقشه‌های خارجی، ترامپ ماه اپریل نشان داد که آماده استفاده نیرو است. بعد یک حمله ظاهراً کیمیایی در سوریه، او امر داد یک پایگاه سوریه را موشک باران کنند و روسیه را برای حمایتش از رئیس جمهور بشار اسد تنقید کرد. با استفاده گاز کشنده زرین، اسد رشته عمری مرد و زن و کودکان بیچاره را برید. در افغانستان امریکا برای محو پناهگاه داعش بمب عظیمی را پرتاب کرد. دونالد ترامپ خط مشی جنگ 16 ساله را ادامه داد که از رئیس جمهوران پیشین میراث گرفت. او برای مبارزه با جنگجویان به افغانستان 3000 سربازی دیگر فرستاد. به حمایت امریکا از ناتو تاکید کرد، با وجود آنکه قبلا این پیمان نظامی را کهنه شدن نامیده است. در اولین نشست ناتو ترامپ نخست وزیر چرنگوری را طلا داد و از اعضای سازمان خواست برای ناتو پول بیشتر بدهند. این برای مردم و مالیات دهندگان امریکا عادلانه نیست. کشورهای زیادی پول سالهای گذشته را نپرداختند. بعد یک سال پرحادثه در صحنه جهانی، شریکان و رقیبان امریکا خود را برای سال دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ آماده می کنند.